خیلی خوش آمد میگم به همه شما عزیزانی که اینجا تشریف دارید و عزیزانی که آنلاین به ما میپیوندید برای پرستش خدای زنده، پدر و پسر و روح القدس. از کلام خدا مزمور 68 آیاتی رو برای آماده شدن افکار و دلهامون برای پرستش خدای زنده خدمتون قرائت میکنم. مزمور 68 میفرماید خدا برخیزد و دشمنانش پراکنده شوند. آنانی که از او نفرت دارند از حضورش بگریزند. چنان که دود پراکنده می شود ایشان را پراکنده ساز. چنان که موم پیش آتش گداخته می شود همچنان شریران به حضور خدا هلاک گردند. اما صالحان شادی کنند، در حضور خدا به وجد آیند، به شادمانی خرسند شوند. برای خدا سرود بخوانید، به نام او ترنم نمایید و راهی درست کنید برای او که در صحراها سوار است. نام او یهوه است، به حضورش به وجد آیید. پدر یتیمان، داور بیوه زنان، خداست در مسکن قدس خود. خدا بیکسان را ساکن خانه می گرداند، اسیران را به رستگاری بیرون می آورد. لکن فتنه انگیزان در زمین تفدیده، زمینی که غضب خدا بر آن ریخته شده، ساکن خواهند شد. ای خدا، هنگامی که پیش روی قوم خود بیرون می رفتی، هنگامی که در صحرا خرامیدی، زمین متزلزل شد، آسمان به حضور خدا بارید. این سینا نیز از حضور خدا، خدای اسرائیل. ای خدا، باران نعمتها بارانیدی، باران نعمتها بارانیدی و میراثت را چون خسته بود مستحکم گردانیدی. جماعت تو در آن ساکن شدن. ای خدا، به جود خیش با قوت خودت برای مساکین تدارک دیده ای. با هم دعایی داشته باشیم. پدر، تو رو شکر میکنیم که زندگی های ما در دستای توست. تمام جزئیات اون همونطور که تو این آیات هم میخوندیم که تو از ما حفاظت میکنی، تو برای ما میجنگی، تو ما را هدایت میکنی، برای ما فراهم میکنی و امروز میخواهیم در پاسخ به این همه محبت ها به اندازه کوچکی شکر و ستایش و حمد خودمون رو به حضور تو تقدیم بکنیم. گناهان ما را ببخش، رحمت تو بر ما باشه و امروز قوت بده که در تمام قسمت های پرستش ما نام خداوند عیسی مسیح جلال یابد و او را تو را ای پدر در قوت نام مسیح و با هدایت روح القدس حمد کنیم، چون تمام اینها را برای جلال تو در نام مسیح دعا میکنیم. آمین. بیاین با سرودها خدای زنده رو پرستش کنیم. خدا را شکر به خاطر کلام و دعا میستیم و سرود اول رو ایستاده در حضور خداوند. Oh
همونطور که خداوند رو با این سرودها ستایش میکردیم ادامه میدیم به پرستش او در دعا و برای آمادگی دعا از انجیل مقدس مرقس فصل 2 از آیه 23 تا آخر 28 رو خدمتون قرائت میکنم که اینجا باز هم میبینیم چگونه خداوند ما عیسی مسیح فراسوی شریعت‌گرایی ها، سنت های پوچ انسانی میره و به قلب انسان و رابطه ما با خدای زنده کار داره. میفرماید و چنان افتاد که روز سبت، یه روز شنبه، از میان مزرعه ها میگذشت و شاگردانش هنگامی که میرفتند به چیدن خوشه ها شروع کردند. فریسیان، ملاهای یهودی بدو گفتند اینک چرا در روز سبت مرتکب عملی میباشند که روا نیست؟ که این اتفاقا کاملا برخلاف تعلیمات توراته، چون تورات این اجازه رو میده که مسافری که در راهه برای رفع گرسنگیش از میوه هایی که مثلا کنار باقی چیزی هست بتونه استفاده کنن. البته نه که مثلا بخوان سبد بردارن و درخت رو از ریشه بکنن، ولی برای رفع گرسنگی. او به ایشان گفت مگر هرگز نخوانده اید که داوود چه کرد چون او و رفقایش محتاج و گرسنه بودند، چگونه در ایام ابیتا رئیس کهنه به خانه خدا در آمده نان تقدمه را خورد که خوردن آن جز به کاهنان روا نیست و به رفقای خود نیز داد. و به ایشان گفت سبت به جهت انسان مقرر شده. روز سبت یه روزی بود برای آرامش انسان، استراحت انسان در حضور خدا، پرستش خدا، نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان که اشاره به خودش میکنه مالک سبت نیز هست و در اینجا داره خداوندی خودش رو اعلام میکنه، چون روز سبت رو از بنیانش خداوند به قوم اسرائیل داده بود، ولی میگه من مالک اون هستم، یعنی داره میگه من خداوندم. با هم دعایی داشته باشیم. پدر تو رو شکر میکنیم برای امروز، برای این زمان پرستش که میتونیم در حضور تو باشیم. ای پدر، باشد که در روح و راستی تو را عبادت کنیم، صادقانه از عمق وجودمون. گناهان من و ما را ببخش ای پدر. به حضورت میاییم، میخوایم چند لحظه ای رو در سکوت، در دعا به گناهانمون اعتراف و طلب بخشش کنیم. بیاین عزیزان چند لحظه ای رو هر کسی در دل خودش در سکوت به گناهانمون در حضور پدر آسمانی اعتراف و طلب بخشش کنیم تا بتونیم در آزادی روح القدس، آزادی از گناه، خدای زنده را حمل کنیم. پدر تو رو حمد میکنیم برای حضور در زندگیمون، این که اکنون در حضور تو هستیم، دلهامون رو در حضور تو میتونیم باز بکنیم. پدر، ما معترفیم که گناهکاریم، عذر و بهانه‌ای هم برای گناهانمون نمیاریم. ما را ببخش، نه به خاطر که لیاقت اون رو داریم، بلکه فقط به خاطر لیاقت مسیح، به خاطر کاری که مسیح در زندگانیش، مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان انجام داده و ایمان ما بر او. گناهان ما رو با خون او پاک بکن تا بتونیم آنطور که شایسته نام تو زندگی کنیم، شایسته نام تو حمدت کنیم، خدمتت کنیم، کلیسات رو، بدن روحانی مسیح رو. ای پدر، دعا میکنیم در این روزهای پر از شرارت، پر از اخبار بد، قوت تو، حفاظت تو بر ایماندارانت باشه در سرتاسر جهان. آنانی که به تو امینن، آنانی که صادقانه به تو، به مسیح ایمان آوردن، در سرتاسر جهان حفاظت بکن. از کلیساهای خودت که به تو امین و وفادار هستند در سرتاسر جهان حفاظت بکن، به خصوص در کشورهای تحت جفا. ای خداوند، ایماندارانی که دستشان به جایی نمیرسه، تو شبان آنها باش، تو از اونها حفاظت بکن و برکت و قوت تو بر اونها باشه. ای خداوند، دعا میکنیم به خصوص در کشورهای تحت جفایی مثل ایران و افغانستان از ایماندارانت حفاظت و نگهداری بکنی. ای پدر، برای خانواده هامون، اقوام و خیشانمون دعا میکنیم که هنوز به تو ایمان نیاوردن، که اونها رو به پای صلیب بیاری، به توبه و ایمان به خودت بیاری. برای فرزندانمون به خصوص دعا میکنیم که آنها ایماندار باشن، با مسیح راه برن، با مسیح زندگی بکنن، قوت مسیح بر آنها باشه. ای پدر،
دعا میکنیم ای پدر همچنین مریضان ما رو شفا بدی، دست شفا بخش تو بر اونها کشیده بشه، از تخت بیماری مریضان ما رو برخیزانی، قوت تو، سلامتی تو در اونها جاری باشه ای پدر. دعا میکنیم ای خداوند که عزیزانی رو که از خانواده هاشون دور افتادن دوباره برگردونی، بتونن با خانواده هاشون در اتحاد زندگی بکنن. ای پدر امروز رو این پرستش رو به دستان تو میسپاریم، همونطور که گفت دعا کردیم از ایمانداران در ایران حفاظت کن، از آنها از ما برای بشارت کلامت، صید جانها، پیشرفت ملکوتت استفاده نما. باشد که نور مسیح بر دلهای ایرانی ها، فارسی زبان ها در سرتاسر جهان بتابه ای خداوند و دلهای ما رو از تاریکی ها، از دروغ های شیطان پاک بکن، حقیقت مسیح جاری بشه. شکرت میکنیم. تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. ادامه میدیم به پرستش خداوند با سرودها. خدا رو شکر به خاطر کلام و دعا میستیم و سرود بعد رو هم ایستاده در حضور خداوند. در
با سلام و درود خدمت خواهران و برادران عزیز. امروز هم مثل همیشه اعلانات رو داریم، اعلاناتی که به ما اعلام میکنه کلیسای ایرانیان سندیگو و هومه. این افتخار رو داره که هر یک شنبه از کلیسای الکاهون شروع کنیم به پرستش خداوند ساعت 10:30 تا ساعت 12 هر یک شنبه صبح و ساعت 3 تا ساعت 4:30 بعد از ظهر هر یک شنبه در همین مکانی که هستیم در کلیسای سندیگو این پرستش رو ادامه بدیم و تمام روز اول هفته رو به پرستش خداوند طبق خواست خودش انجام بدیم. و همینطور ما در طول هفته جلسات کتاب مقدس رو میتونیم داشته باشیم که جلسه کتاب مقدس هر پنجشنبه در کلیسای سندیگو سالن مجاور به قوه خودش برقراره از کتاب دانیال که مخصوص این روزهایی که ما داریم وقایع و میشه گفت فجایع رو در دنیا داریم میبینیم. بهترین کتابی که میتونه به ما ایماندارها آرامش بده که چی داره پیش میاد و چی پیش خواهد اومد، که اون باعث آرامش اون میشه که خداوند اجازه داده یه چیزایی رو ما بهتر از گناهکارا در دنیا ببینیم، جلوتر رو ببینیم. این آرامش رو از کتاب دانیال هر پنجشنبه طبق دروسی که برادر سهراب واسمون تهیه میکنن این آرامش رو ما میگیریم. پس وقت بذارید تو این جلسات شرکت کنید. هر پنجشنبه ساعت 7 تا ساعت 8 این جلسات در سالن مجاور
برقراره و ساعت 5:30 تا 6:30 من به عزیزان اختصاص داده شده در پنجشنبه ها که اگر از قبل و بعد از سهراب هماهنگ کرده باشن و کلاس‌های خصوصی بخوان داشته باشن از قسمت‌های دیگه از کلام خدا، میتونن اون وقت رو داشته باشن هر پنجشنبه در کلیسای سن دیگو. بقیه جلسات اگر تغییری توشون باشه یا قرار باشه ساعتاشون تغییر کنه یا نباشن، اونها رو از طریق لینک هامون اعلام خواهیم کرد. جلسات الکاهون، اسکاندیدو که اونها هم هستن، ولی برای جلال خدا برایش راحت از این لینک ها استفاده کنید، نه برای اینکه ماهایی که در سن دیگو و هومه هستیم برای نیامدن به کلیسا ازشون استفاده کنیم و بهونه داشته باشیم، بلکه چون هیچ بهونه خداوند قبول نمیکنه وقتی کلیسایی رو درشو به رومون باز کرده بخوایم با نرفتن کلیسا بیایم از این لینک ها استفاده. نه، این لینک ها بیشتر برای ماها که در سن دیگو هستیم و تمام عزیزانمون در ایران و هر جا که هستن مخصوص بشارته. ما میتونیم با فرستادن این لینک ها برای عزیزانمون، دوستانمون، حالا میخوان نگاه کنن میخوان نکنن، یه روزی به دردشون میخوره، این لینک ها رو بفرستیم براشون، چون در اونجا کتاب ها هست، تمام این جلسات هست، جلسات کتاب مقدس هست، همه تعلیماتی که بعد از سهراب میدن، کتاب های مختلف هست به صورت صوتی و تصویری. چون در ایران الان چندین هزار نفر که با ما از این سایت ها دارن استفاده میکنن خیلی خوشحالن که به صورت صوتی هستش و میتونن راحت از تلفنشون استفاده کنن و اینا رو گوش بدن، اینترنت آنچنانی لازم نداره. پس بیاید این لینک ها رو به عنوان بشارت، به خاطر وظیفه بشارتی که به گردن اون هست بفرستیم و در حضور خداوند سرافراز باشیم که برای او کاری کردیم. ممکنه بعد از ما این لینک ها به درد افراد بخوره، پس این کار رو باید براشون بکنیم. خودش یک بشارت خیلی خوبیه. پس از لینک ها استفاده کنید. عزیزانی که استفاده میکنن راههای دور هستن، شهرها، ایالتهای دیگه یا کشورهای دیگه هستن و عزیزانمون در ایران رو استفاده میکنن، سوالاتشون، شهادت‌های ایمان آوردنشون، درخواست‌های دعا، جواب‌های دعا، حتی دهیک‌ها پرداخته از طریق این لینک‌ها میتونه انجام بشه در زمان‌هایی که ما در سفر هستیم و نیستیم، میتونیم استفاده کنیم از اون لینک‌ها. پس این لینک‌ها رو استفاده بکنید و برای جلال نام خدا و رشد روحانیتون وقت بذارید و تو این جلسات شرکت کنید. دنیا داره به روزهای آخرش میرسه. باور کردنش سخته، ولی مطمئن باشید در همین دوران ما خواهد بود و داره به جایی میرسه که شواهدی رو که خداوند در کلامش گفته و ما ایمانمون رو بر کلام خدا گذاشتیم به دلیل اینکه سند کتبی داده دستمون. پس اون سند کتبی وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که نشانه های این روزهای آخر دنیا به همون داده شده. اگر به اون سند ایمان داریم، اگر به خداوندمون ایمان داریم، اگر میدونیم که اون پیشبینی هایی که از قبل کرده انجام شده و پیشبینی هایی که کرده که الان داره زمینش آماده میشه، پس باید بیایم آرامش پیدا کنیم از طریق کلام که بیشتر یاد بگیریم، بیشتر بشارت بدیم، با دست پر به حضور خداوندمون حاضر بشیم، صید جانها داشته باشیم و همینطور از این قید و بند دنیا، از این فشارهای دنیا آزاد بشیم. یعنی اون فشارهایی که دنیای گناهکار میخواد بهمون بیاره، این توطئه هایی که دنیا همه دارن بر علیه همدیگه انجام میده، از خرد و کوچک تا دولت ها حساب کنی، توطئه های پشت پرده که دارن انجام میده، همه اینها رو بعد با فراغ خاطر بذاریم کنار. هیچ چیزی جز نور عیسی مسیح و بدن عیسی مسیح توی این دنیا به ما داده نشده. هیچ چیز دیگه نداریم که بتونیم با خودمون بتونیم ببریم در حضور خداوند. هیچ ادعایی نمیتونیم بکنیم برای نیامدن کلیسا، برای خدمت نکردن بدن عیسی مسیح. هیچ ادعایی دیگه با این شواهدی که هست، منظورم همینه که وقتی که اونها رو میخونیم متوجه میشیم آقا هیچ بهونه دیگه نمیتونم من بیارم. داره به هم میگه دنیا به کجا داره میرسه، داره به کجا میره. این همه تقلاهایی که داریم میکنیم برای گذران زندگیمون باید بکنیم، ولی این تقلاها چیزی رو تغییر نمیده تو نقشه خداوند و وقتی که نقشه خداوند رو میدونیم باید با اون همراه بشیم، نه اینکه تافته جدا بافته‌ای باشیم بخوایم نه کار و زندگی و خودمون و خوشیامون رو داشته باشیم، از اون طرف هم خدا رو هم داشته باشیم. به قول برادر سهراب همیشه که وصلش کنیم به یه گوشه از زندگیمون. ما وقتی این چیزها رو میخونیم مطمئن باشید اصلا افکارمون، قلبمون عوض میشه.
میایم با آرامش بیشتر در خدمت خدا خواهیم بود، در کلام خواهیم بود. از اینکه تلفناتون رو خاموش میکنین یا رو وایبریشن میذارین ممنون هستیم. با هم دعایی داشته باشیم. پدر آسمانی، شکر سپاست به خاطر این وقت‌ها و فرصت‌هایی که در اختیار من و ما گذاشتی. شکرت به خاطری که اجازه دادی با کوله‌باری از گناهان به حضورت بیام. مثل همیشه این شجاعت، این دلیری رو تو از نام خون خداوندمون عیسی مسیحه که به ما عطا کرده که جرأت بکنیم بیایم در حضور تو، حتی طلب بخشش بخوایم بکنیم ای پدر، چون چیزی نداریم که بابت فدیه بخششمون جز نام خون خداوندمون عیسی مسیح که عظیم‌ترین چیزه رو به حضورت بیاریم، چیزی که خودت بهمون عطا کردی. پس گناهان من و ما رو ببخش، توبه و اعتراف ما رو بپذیر. امروز نیز مثل همیشه در بین ما بخرام با قلب آورنده کلامت ای پدر. لمس مخصوص بفرما که کلامت رو مثل همیشه به درستی برای ما آماده کرده، آنچنان که تو بهش عطا کرده به برادر سهراب شبانمون عطا کرده، آن همونطور میخواد برای ما کلامو باز بکنه، به او قوت بده، سلامتی بده، که خودش، همسرش، خواهر میترا و خانوادهشون در همونطور که سالهای سال در خدمت تو بودن تا روز بازگشت خداوندمون عیسی مسیح در سلامت جسم و روح در پناه تو و در دستان تو، در خدمت تو در کلیسا باشن ای پدر. و تمام عزیزانی که از راههای دور و نزدیک اومدن اینجا، قلبهاشون رو لمس مخصوص بفرما. همگی ما رو آماده ساز که کلامی که امروز دریافت میکنیم برای بشارت کلامت، برای عمل کردن به او آماده باشیم که در زندگیمون به کار بگیریم، بتونیم اون رو بشارت بدیم با اعمال و با گفتارمون ای پدر. ای پدر از تو درخواست میکنه اهریمن رو از ایران ما برداره ای پدر. عزیزان ما در ایران، هموطنان ما در هر جای این دنیا هستن، از این اهریمن جدا بشن و به کلام تو و به ایمانشون رو بر خداوندمون عیسی مسیح بگذارن و آزاد بشن از هر چی سختیه، از هر چی مسائل دنیوی ای پدر، و بتونن روزی از ایران ما برای کلام تو مبشرین به دنیا صادر بشه ای پدر. آرامش رو بده. مسائل مالی و کاری عزیزانمون رو در ایران ای پدر به دستان تو میسپاریم. تو همیشه گفتی مهیا میکنیم، مهیا کن در وهله اول برای تمامی ایماندارانت و در وهله دوم از طریق ایماندارانت برای غیر ایمانداران، که بفهمن از طریق ایمان بر خداوند عیسی مسیح میتونن از تو آنچه که میطلبند دریافت کنن ای پدر. امروز و هر روز ما رو به دستان تو میسپاریم. بازگشت هر آینه خداوندمون عیسی مسیح رو بالاتر از هر چیز میطلبیم. آمین. بسیار عالی. خب خوشحالم که میتونم همه شما عزیزان رو ببینم و امروز البته آخرین یک شنبه است که برادر عزیزمون سعید با خانوادهشون در میان ما هستن و ما دلمون خیلی تنگ میشه. عزیزان میرن به هوستون، امیدواریم که در هوستون بتونن کلیسای خوبی پیدا بکنن، جا بیفتن و زندگی پربرکتی داشته باشن. میخواستم الان و امروز هم برادر سعید چون آخرین روزشون هست ازشون خواستم که هدایا رو جمع آوری بکنن، ولی میخواستم الان تشریف بیارن همگی خانواده بیان جلو براشون یه دعایی داشته باشیم و همچنین برای خانوادهشون در ایران دعا میکنیم، برای خواهرشون لادن خانم، برادرشون رضا، عزیزان دیگه دعایی با هم داشته باشیم. بفرمایید. Please come in. ما خیلی دلمون تنگ میشه. We will miss you guys. We're glad to have you for the past 3 years. خیلی خوشحال بودیم که این 3 سال با ما بودید و امیدواریم که باز هم بیشتر همدیگر رو ببینیم، ولی دوست داشتم یه دعایی با هم داشته باشیم. پدر آسمانی شکرت میکنم برای این خانواده عزیز، زیر پوشش خون مسیح باشن در این سفری که میرن. از این عزیزان نگهداری بکنی ای خداوند. فیض و برکتت بر این عزیزان باشه، از هر نظر به سلامت به هوستون برسن، در اونجا جا بیفتن. از همه مهمتر کلیسای خوبی برای پرستش بتونن در اونجا پیدا بکنن ای پدر. هدایتشون بکن و از نظر همه جنبه کاری، مالی، سلامتی، روحانی، فیض و برکت بر همگیشون باشه. برادرمون سعید، خواهر عزیزم و خواهر مارینا، کارینای عزیز، لوکاس عزیز، همگی رو برکت بده. لورد
We thank you for bringing this dear family to us for the past 3 years, watching over them, blessing them. And as they now go to Houston, Lord, we pray for your blessing upon them. Protect them. May they journey be safe, and may they be able to settle peacefully in Houston, and most important, they be able to find a good church to attend and worship you and be blessed over there. Lord, watch over them, and we pray that we can see them again in near future. خداوندا برکتت بر این عزیزان باشه. به نام خدای پدر و پسر و روح القدس بر این خانواده عزیز دعا میکنیم. همچنین ای پدر دعا میکنم برای خانواده عزیزشون در ایران، خواهرشون، برادرشون لادن خانوم رو به حضورت بلند میکنیم. سلامتی و قوت بده به این عزیزان. رضای عزیز رو بلند میکنیم به حضورت، به او برکت بده ای پدر. به کارش، به زندگی، شادی روح القدس در دلش جاری باشه. از هر گونه فکرها، نگرانیها، چیزهایی که منفی هستن، همگی این عزیزان این خانواده رو آزاد کن. برکتت بر رضا، بر لادن خانم، بر برادرمون حمید، بر سعید و خانواده و همگی باشه. این خانواده رو مبارک کن همونطور که کردی، و تمام اینها رو در نام خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. آمین. خدا رو شکر. باز هم خوش آمد میگم به همه شما عزیزان به این جلسه پرستشی کلیسای ایرانیان مسیحی سندیگو. بسیار خوش آمدید. خوشحالیم که میتونیم امروز با هم کلام خدا رو مطالعه بکنیم. یه دعای درخواست دعای دیگه هم هست، من یادم رفت دعا کنم. برای برادرمون حسین هم میخواستیم دعایی داشته باشیم برای تغییر جاشون، تغییر مسکنشون. پدر دعا میکنیم برای برادر عزیزمون حسین، فیض و برکت تو بر او باشه در این تغییر مسکن. دست تو اونها رو هدایت بکنه و آنچه که اراده تو انجام بشه باشد که مسکن جدیدی که میخوان بهش نقل مکان بکنن پر از برکت تو، پر از حضور تو باشه. جایی باشه که نام مسیح در اون جلال پیدا بکنه. برادر، خواهر عزیز رو هدایت بکن در این امر تغییر مسکن. در نام قدوس خداوندمون عیسی مسیح باز دعا میکنیم. آمین. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به انجیل مقدس متی فصل 8 باز بفرمایید، ممنون میشم. مثل همیشه میخواهیم از این یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، درس‌ها برای زندگی یاد بگیریم و تمرکز امروزمون برای متی 8 آیات 23 تا آخر 27 که در اینجا شما اقتدار مسیح رو بر طبیعت میبینید. گفتم این متی 8 و 9 تا معجزه مسیح رو به صورت گروه‌های ستایی به ما نشون میده، ستا نشون میده که در هر کدوم شما قدرت خداوند عیسی مسیح رو بر جنبه‌های مختلف میتونید پیدا بکنید. و امروز میرسیم به گروه دوم از این معجزات ستایی که قدرت مسیح رو بر طبیعت میبینیم تو آیات 23 تا آخر 27. این آیات رو خدمتون قرائت میکنم. کلام خدا میفرماید چون به کشتی سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند. ناگاه اضطراب عظیمی، طوفان عظیمی در دریا پدید آمد، به حدی که امواج کشتی را فرو می گرفت و او در خواب می بود. پس شاگردانش پیش آمده او را بیدار کرده گفتند: خداوند ما را دریاب که هلاک می شویم. بدیشان گفت: ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ آنگاه برخاسته بادها و دریا را نهیب کرد که آرامی کامل پدید آمد. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند: این چگونه مردی است که باد و دریا نیز از او اطاعت می‌کنند؟ و این سوال بسیار خوبی است. با هم دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و بعد اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، شکرت میکنیم بر اینکه میتونیم در خانه تو، کلیسای تو، بدن روحانی مسیح باشیم و نام تو رو حمد و ستایش کنیم. این کلام رو با قوت روح قدوست برای ما باز کن، معلم ما باش و کمک کن که ما فقط خواننده یا شنونده کلام نباشیم،
بلکه عمل کننده و از کلام تو پیروی و اطاعت کنیم. چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. شما وقتی کتاب مقدس رو میخونین متوجه میشید کتاب مقدس به ما اعلام میکنه که پدر آسمانی در نقشش، برنامهش برای رستگاری جهان پسر یگانش رو 2 مرتبه به این جهان میفرسته. بار اول که فرستاد، مسیح آمد تا در فروتنی بر صلیب بره، مجازات گناهان ما رو بپردازه، بر روی صلیب بمیره، بعد از مردگان قیام کنه تا رستگاری برای انسانهایی رو که به او ایمان میارن رو فراهم بکنه. بار دوم، در آمدن دومش، در بازگشتش، مسیح با جلالی فروزان، با قدرت میاد و برای نجات نمیاد، برای داوری میاد. البته نجات ایماندارانی که به او در آن موقع هستند برای اونها برای نجاته، ولی برای داوری جهان بی ایمان میاد و میخواد بنیان سلطنت 1000 سالش رو بگذاره از شهر اورشلیم بر سرتاسر جهان و کل زمین رستگار میشه. اصلا شرایط محیط، شرایط کره زمین عوض میشه. و بعد از سلطنت 1000 ساله هم میخونیم در کلام که آسمان و زمین نوعی آفریده میشه که دیگه از این طوفان و نمیدونم زلزله و آتش سوزی و این چیزهایی که مخربی که ما میبینیم اثری نخواهد بود. برای ابدیت جهان آفرینش مبدل میشه. پس بار اول میاد برای رستگاری انسان، بار دوم برای رستگاری زمین و جهان. و پدر آسمانی ما تو کلام میخونیم این جهان را آفرید و عامل اصلی که در آفرینش این جهان داشت خود عیسی مسیح بود. و پدر آسمانی ما نه فقط جهان را آفریده بلکه جهان را نگه میداره. ولی از چه طریقی؟ چه کسی جهان را نگه داشته؟ چه کسی نظم این کائنات، سیاره ها، نظم حتی از گردش الکترون دور هسته یک اتم گرفته تا گردش سیاره ها دور مدارشون یا منظومه شمسی به دور خورشید گرفته؟ چه کسی این کارو میکنه؟ کلام خدا به ما جوابشو میده. در عبرانیان فصل 1 آیه 3 میفرماید آن پسر که فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست. و این اتفاقا من همیشه گفتم خیلی معنی درستی است برای سوالی اگر از شما میپرسن پسر خدا بودن مسیح یعنی چی، این یک معنی بسیار عالی است. آن پسر فروغ جلال خداست، مظهر کامل وجود اوست، کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد. نه فقط خدا از طریق مسیح جهان را آفرید، پدر آسمانی، بلکه از طریق مسیح جهان را حفظ میکنه، نگه داشته. و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا، در اشاره به مسیح میکنه، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی بنشست. مسیحی که با کلام پرقدرتش نظم جهان رو نگه داشته. عیسی مسیح پسر یگانه خدا به جهان آمد و با آشکار کردن قدرت الهیش، اقتدار الهیش، ثابت کرد که حقیقتاً پسر خداست. و اینو شما تو انجیل متی خیلی زیبا میبینید. هدف متی در انجیلش که با الهام روح القدس نوشته اینه که میخواد به ما نشون بده این عیسی ناصری همان مسیح موعود، ماشیه موعود، خداوند و نجات دهنده موعودی است که در تورات و نوشته های انبیای قوم اسرائیل در موردش وعده داده شده بود که اکنون آمده. و متی برای اینکه این امر رو نشون بده از شجرنامه مسیح شروع میکنه، نشون میده که مسیح همونطور که پیشگویی‌های تورات گفته بودن از نسل داوود پادشاه است که اون مسیح موعود میبایستی بیاد. شجرنامه‌اش درسته، میلادش درست بود، تعمیدش درست بود. در تعمیدش پدر و روح القدس او رو تایید میکنن، او رو مورد تایید پدر آسمانی و روح القدس قرار میگیره.
وقتی که مورد حملات شیطان قرار میگیره، بر اون حملات به طرز درست پیروز میشه و بعد تو موعظه سر کوه تو متی 5 و 6 و 7 اون تعلیمات درست و عالی رو میبینیم و حالا معجزات درستش رو میبینیم، معجزاتی که کلک و حقه بازی و اینجور چیزا نبودن، حقیقتا معجزات بودن و در تمام اونها گفتم چیزی که معجزات مسیح رو از معجزه که نیستند ولی از حقه بازی های پیغمبران کاذب و معلمین کاذب جدا میکنه اینه که در معجزات مسیح همیشه رحمت خدا وجود داره، رحمت مسیح وجود داره، دردی رو درمان میکنه. فقط این نیستش که مثلا بیاد یه کار خارق العاده ای رو انجام بده. و تمام این معجزات پیش پرده ای هستن از شرایط زندگی در اون سلطنت 1000 ساله مسیح. ببینید وقتی مسیح بیماری ها رو شفا داد، بدنهای آسیب دیده رو سالم کرد، یه پیش پرده ای بود از این که در ملکوتش هیچ گونه بیماری نخواهد بود، هیچ گونه این که مثلا بدن کسی دفرمه شده باشه به هیچ شکل و صورتی وجود نخواهد داشت. وقتی روحای شریر رو خوندیم تو همین متی 8 از بدن انسان ها خارج کرد، اخراج نمود، این یه پیش‌پرده‌ای بود از اینکه در پادشاهیش هیچ گونه فعالیت های شیطان و روحای شریر نخواهد بود. شیطان در بند روحای شریر هم همینطور در دریاچه آتش. وقتی که مردگان را زنده کرد، پیش‌پرده‌ای بود از اینکه در ملکوتش مرگی نخواهد بود. اینها تمام پیش‌پرده‌هایی هستند از آنچه که به طور کامل در پادشاهیش انجام خواهد شد. عیسی مسیح برای ما کیه؟ اول قرنتیان فصل 1 آیه 24 جواب میده. اوست قوت خدا و حکمت خدا برای ما ایمانداران. یعنی وقتی شما به قوت احتیاج دارید تا بتونید با مسائل مشکلات زندگی روبرو بشید، مسیحی که برای شما فراهم میکنه. و وقتی که به حکمت نیاز دارید که چطور تصمیمات درست تو زندگی بگیرید، مسیحی که به شما حکمت الهی خودش رو عطا میکنه. ما تو این آیاتی که امروز خدمتون خوندم همونطور گفتم با گروه دوم اون معجزات ستایی مسیح در فصل‌های 8 و 9 روبرو میشیم و در اولین معجزش اقتدار مسیح رو بر جهان فیزیکی میبینید. مثل همیشه اگه یادتون باشه گفتم وقتی میخواین هر قسمت کلام خدا رو مطالعه بکنید، اولین قدم چیه؟ مشاهده است. اولین قدم اینه که اصلا ببینید چی شده، چی رخ داده. اول بذارید بپرسید مثلا چه رخ داد. تو آیات 23 و 24 و اینجا خیلی نکات مهمی هست. ببینید تو آیات 23 و 24 میفرماید چون به کشتی سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدن، ناگاه اضطراب عظیمی، طوفان عظیمی در دریا پدید آمد، به حدی که امواج کشتی را فرو می گرفت و او در خواب بود. ببینید تو آیات قبلی هفته پیش مطالعه کردیم مسیح در مورد بهای پیروی کردن از خودش تعلیم داد. حالا با اون شاگردان وفادارش متعهدش سوار قایقی میشه که به طرف دیگر دریاچه جلیل برن، ولی ناگاه طوفان شدیدی رخ میده. اینو تو ذهنتون خوب داشته باشید. چند نکته اینجا باید گفت. اول 3 نکته مهم، یعنی در حقیقت یکی دیگه هم اضافه کردم بهش میرسیم، میخوام توی همین قسمت بهش دقت بکنید. ببینید این هفته پیش مطالعه کردیم مسیح اومد و بهای پیروی کردن از خودش رو بیان کرد در یه امر خیلی ساده. به افرادی که اونجا بودن گفت سوار قایق شیم بریم اون طرف. همین، یه چیز خیلی فوق‌العاده‌ای نبود. یعنی ببینید و در همونجا بود که اون 3 نفر اومدن و بهانه‌های خودشون رو آوردن. یعنی ببینید تعهد ما به مسیح در امور ساده و روزمره زندگی دیده خواهد شد، نه در شرایط خارق‌العاده. حالا اون نگران شرایط خارق‌العاده نباشیم، اونجا خودش پدر به ما فیضش رو عطا میکنه. ببینید مسیح تو اون آیات قبلی از این افراد یه چیز خیلی ساده خواست. بابا سوار قایق بشیم بریم اون طرف دریاچه. همین.
چیز عجیب غریبی ازشون نخواسته بود. بعد یادتون میاد هفته پیش خوندیم 3 نفر میان در مقابل همین موضوع ساده بهانه‌های مختلف میارن که از زیر بار این تعهد ساده به مسیح در برن. میگفتن خب آخه بخوایم از این ور بریم اون ور دریاچه، من باید چند روز کار و زندگی رو ول کنم. حالا همه که سوار قایق نمیتونستن بشن، باید یه عده پیاده میآمدن. یعنی ببینید تعهد ما به مسیح در امور ساده زندگی دیده میشه، در امور روزمره زندگی آشکار میشه. لازم نیست شعار بدیم که من برای مسیح جان خودم رو میدم، من برای مسیح رگم رو میزنم. نه، لازم نیست شعار بدیم. تو امور ساده و روزمره به مسیح و کلامش و کلیساش متحد باشید. اینجا هاست که تعهد ما به مسیح دیده میشه، امور ساده زندگی. دوم، بهانه هم نیاریم. ببینید هفته پیش به تفصیل در موردش صحبت کردیم. کتاب مقدس تاکید میکنه روی مسئولیت‌های ما نسبت به کارمون. یه ایماندار باید کار کنه و همچنین نسبت به خانوادهمون. بله درست. هفته پیش اصلا خوندیم اول تیموتائوس فصل 5 آیه 8 اعلام میکنه کسی که به خانواده خودش نرسه ایمان رو انکار کرده، از بی ایمان بدتره. ولی همچنین کتاب مقدس اعلام میکنه که کسی و چیزی از مسیح برای ما عزیزتر نباید بشه. پول نوکر خوبی است، ارباب بسیار بدی است. یعنی ببینید سادهش خلاصش میکنم، نمیخوام دوباره مطالب هفته پیش رو تکرار بکنم. خلاصه مطلب اینه، نه مسئولیت‌های کاری و خانوادگی خودمون رو بهانه‌ای برای انجام ندادن مسئولیت‌هامون نسبت به مسیح و کلیسای او بکنیم و نه برعکسش مسئولیت‌هایی که نسبت به مسیح داریم رو بهانه‌ای برای انجام ندادن مسئولیت‌هامون نسبت به خانوادهمون یا مسئولیت‌های کاریمون بخوایم از مسئولیتمون نسبت به مسیح اونجوری سوء استفاده بکنیم. هر دوتا خطاست. هر دوتا مسئولیت‌های ما نسبت به مسیح جای خودش، مسئولیت‌های ما نسبت به کار و خانواده جای خودش، ولی البته هیچ چیزی عزیزتر از مسیح نباید باشه. اما میشه همه اینها رو انجام داد بدونی که یکی رو فدای اون یکی بخوایم بکنیم. و باز هم میگم هفته پیش رو گفتم برای اینکه هیچ گونه سردرگمی وجود نداشته باشه، فرق وجود داره، فرق بزرگی هست بین اونایی که ممکنه استثناءً شخص به خاطر کار، مریضی، مشکلی نتونه یه مدت کوتاهی بیاد کلیسا. این فرق داره با اونایی که استثناءً میان کلیسا. این دوتا با هم دیگه فرق دارن، اینا رو با هم قاطی نکنیم. نکته سوم، معنی کلمات رو در متن باید پیدا بکنید. این خیلی خیلی مهمه. حالا اینجا در مورد کلمه شاگرده، تو جاهای دیگه چیزای دیگه است، ولی خیلی مهمه. بسیاری تعلیمات کاذب به خاطر اینه که معنی کلمات رو خارج از متن برای خودمون درست میکنیم. ببینید به خصوص مثلا اینجا کلمه شاگرد، اینجا میگه که با شاگردانش سوار قایق شد. شاگرد معنی کلیش یعنی کسی که یه چیزی یاد میگیره. حالا متن که مشخص میکنه آیا این شاگرد به مسیح متحد هست یا نه. متن مشخص میکنه. تو آیات قبلی دیدیم یکی از اونایی هم که بهانه آورد و نمیخواست به مسیح متحد باشه، ازش به عنوان شاگرد نام برده شده بود، ولی به مسیح متحد نبود. هر جایی که شاگرد هست معنیش این نیست که این هم در رده پتروس و یوحنا و نمیدونم ما بقیه. متنه که مشخص میکنه. اینو باید دقت کنیم. و یه نکته دیگه هم هست، نکته 4 که اینم خیلی مهمه، بهش خوب دقت کنیم. این آیات چجوری شروع شد؟ ببینید این آیات خوب اصلا ببینید، میگم آدم اول باید اصلا بخونه که چی به چیه. دقت کنین این آیات چجوری شروع شد. این شاگردان مسیح که اینا اون شاگردان وفادار و متحد به مسیح بودن که باش همراه میشن، با سوار قایق او میشن. چه موقعی بود که اینها با طوفان سخت روبرو شدن؟ موقعی که از مسیح اطاعت کردن.
این از مسیح اطاعت کردن، با چی روبرو شدن؟ با طوفانی سخت. یعنی فکر نکنید چون دارید از مسیح اطاعت میکنید، چون دارید از کتاب مقدس اطاعت میکنید، زندگی میشه باغ گل و بلبل. همچین چیزی نیست. در اطاعت از مسیح، در تعهد به مسیح با طوفان‌ها روبرو میشیم. چون شما وقتی میخواین به مسیح متحد باشید، به کلام خدا متحد باشید، با این دنیای ضد خدا، ضد مسیح برخورد پیدا میکنید. ولی تنها نیستیم، مسیح با ماست. نمونه عهد عتیقش هم هست. ابراهیم، خداوند بهش فرمان داد ابراهیم پاشو از سرزمین خودت، خونه خودت پاشو برو. حالا من تازه بشم نگفت کجا میری، من تو راه بهت نشون میدم کجا میری. به هر حال رهبریش کرد. وقتی به اون سرزمین رسید، با چی روبرو شد ابراهیم؟ با قحطی روبرو شد. در اطاعت از مسیح، در تعهد به مسیح، با سختی ها روبرو میشیم. اینطور فکر نکنید که هر موقع من دارم از مسیح اطاعت میکنم زندگی میشه باغ گل و بلبل. نه، اینجوری نیست. این نکته اول. نکته دوم، شما ترس شاگردان رو میبینید تو آیات 25 و 26. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کردند، گفتند خداوند ما را دریاب، هلاک میشویم. به ایشان با یه حالت توبیخی میگه ای کم ایمانان چرا ترسان هستید؟ حالا ببینید چند تا چیز اینجا خوب در نظر بگیرید. اینا کی بودن؟ اینا ماهیگیران حرفه‌ای بودن. اصلا کار و شغل پتروس و مابقیشون ماهیگیری بود. اینها ماهیگیرای حرفه‌ای بودن. با طوفان روی دریاچه جلیل بارها و بارها و بارها روبرو شده بودن. این اولین باری نبود که طوفان می‌بیدن. حالا اهمیت این موضوع چیه؟ اهمیتش اینه، یعنی اینا خوب میدونستن این طوفان مثل هر طوفان دیگه‌ای که تا حالا دیدن نیست. این طوفان فرق داره. جانشون در خطر. حقیقتاً میفهمیدن این اصلا همچین چیزی ما تا حالا ندیدیم. و اینها ماهیگیرای حرفه‌ای بودن و به همین علت ترسیدن. میدونستن این طوفان مثل هر طوفانی نیست. یه داستانی هست، داستان واقعی ناخدای بی خدا. جالبه، اینا رو نمیدونم چرا بهشون میگن ناخدا. این یارو واقعا هم ناخدا بوده، ناخدای بی خدا. میگن این ناخدایی بوده که اصلا به خدا و هیچ چیزی ایمان و اعتقاد نداشته. خیلی هم به این موضوع افتخار میکرده. ناخدای بی خدا. ولی یه بار توی کشتیش توی طوفان شدیدی گیر میکنه. بعد ملواناش میبینن که این داره فریاد میزنه و گریه و زاری میکنه ای خدا به دادمون برس، ای خدا کمکم کن. بعد که بهش میگن آقا مگه تو بی خدا نیستی؟ حالا چی شد؟ خب نه دیگه، اینجا وقتی تو این طوفانا گیر میکنیم باید دست به دامانش بشم. باید خدا وجود داشته باشه این مواقعی که اینجور طوفانا پیش میاد. حالا اینم برای ما هم پیش میاد. خیلی ها هستن ایمان مسیحی ما رو رد میکنن، ایمان مسیحی ما رو مسخره میکنن، ولی وقتی کارشون گیر میکنه از من و شما میخوان که براشون دعا بکنیم. اینم هست، اینم یادتون باشه. حالا یه سوال پیش میاد، چرا مسیح این شاگردا رو توبیخ کرد؟ خب اینجا طوفان شدیدی پیش اومده و این شاگردا هم ترسیدن. توبیخ چرا؟ یه مقدار به شخصیت مسیح نمیخوره. دلیل داره. ببینید موازی این رویداد در مرقس فصل 4 نوشته شده و در مرقس فصل 4 آیه 38 میخونیم که وقتی این طوفان میشه اون شاگردان میان پیش مسیح، اونو متهمش میکنن که مسیح تو خواب بود، میگن مگه تو به وضعیت ما اهمیتی نمیدی؟ مسیح راحت خوابیده بود. چون میدونید چرا؟ چون میدونست این طوفان در مقابل قدرت او مثل یه فوت میمونه، اصلا چیزی نیست که بخواد نگرانش باشه. راحت تخت خوابیده بود. و این شاگردان میان میگن که مسیح رو متهم میکنن، تو مثل این که ما رو دوست نداری، تو به فکر ما نیستی، تو به ما اهمیت نمیدی. مسیح برای همین شاگردانش رو توبیخ میکنه، به خاطر اینکه به او تهمت بی محبتی میزدن. مثل خود ما بارها قدرت مسیح رو تو زندگیمون تجربه کردیم.
دیدیم خداوند عیسی مسیح چگونه ما را از تنگناها نجات داده. محبت مسیح رو تو زندگیمون دیدیم. یا در کتاب مقدس خوندیم یا باید خونده باشیم. و باز تا یکم اوضاع سخت میشه شروع میکنیم به گله، شکایت و تهمت زدن. چه خداییه این، چه جور پدر آسمانیه این، چه جور مسیحیه. نه محبت نداره. برای همین مسیح توبیخشون میکنه. و علت ترس این شاگردان رو دقت کنید. مسیح بهشون چی میگه؟ میگه ای کم ایمانان چرا ترسانین؟ مشکلشون همین بود، کم ایمانیشون. یعنی چی؟ یعنی ببینید مسیح داره اینو بهشون میگه. مگه شما همین الان معجزات منو ندیدید؟ مگه ندیدید من اون جزامی رو با یک کلمه پاک کردم؟ پتروس مگه من مادرزن خود تو رو با یک لمس شفا ندادم؟ مگه اون مریضایی که می آوردن دم در خونه‌ات همه رو شفا ندادم؟ مگه من تمام اونایی که دیو زده بودن و از روحای شریر آزاد نکردم؟ حالا باز هم به من اعتماد نمی کنید و باز هم اومدید به من میگید که من محبت ندارم به شما. کاربردی که برای ما وجود داره اینه که چقدر قدرت مسیح، محبت مسیح رو تو زندگیمون دیدیم و باز بهش بی‌اعتمادی میکنیم. در کلامش خوندیم ولی باز بی‌اعتمادی میکنیم. ببینید ایمان احتیاج به تغذیه داره. برای همینه که من همیشه تشویق میکنم عزیزان کلیسا، جلسات مطالعه کتاب مقدس و رازگاهان شخصی وقتی داشته باشید، حالا چه میدونم یه ربع هم شده که کلام رو بخونید، دعا بکنید. روح و جان ما احتیاج داره که از کلام خدا تغذیه بشه و نه که فقط بخونم مثل روزنامه، بلکه بهش عمل کنم، اعتماد کنم. در اعتماد کردنه که اون کلام قوت روح و جان شما میشه. بعد میرسیم به نکته سوم تو این رویداد. به شما اقتدار مسیح، قدرت مسیح رو بر روی طبیعت میبینید تو آیه 26. آنگاه برخاسته بادها و دریا رو نهیب کرد که آرامی کامل پدید آمد. ببینید اینجا میگه آرامی کامل، یک دفعه همه چی آروم شد. طوفان دریا سریع آرام شدن در یک فرمان مسیح. آب دریاچه زلال شد. ببینید وقتی اگر همین اقیانوس پاسیفیک خود ما دیده باشید، وقتی طوفانی میشه، بارون میاد، اینها وقتی طوفان میاد و میره زمان میگیره که تا اوضاع به حالت عادی برگرده. زمان میگیره که آب آروم بشه، اون به هم ریختگیش، نمیدونم سبزه های آبی، لجن و اینا آروم بگیرن. اینجا اینطوری نبود. پا میشه یک توبیخ میکنه، فوری آنی طوفان قطع میشه. آب دریاچه زلال میشه. چرا؟ چون کسی که فرمان میده پادشاه جهانه. یه سرود زیبایی هست، در هم فارسیش هست هم انگلیسیش هست، شاید باید اینو بیشتر بخونیم. سرود شاد باش ای روح. من فقط یه چند تا قسمتشو براتون میخونم. میگه شاد باش ای روح، خدا همراه توست. کن تحمل صلیب رنج و درد. بسپار به او، هر درد و غم در توست. زیرا که او به کس جفا نکرد، به هیچ کس بدی نکرده. شاد باش ای روح، چون دوست تو آخر میکند خوش پایان این نبرد. شاد باش ای روح، چون باد و موج هنوز یاد آورند فرمان شاه خویش. این جهان هنوز فرمان پادشاه خودش رو به یاد میاره. ما تو این فصل 8 متی، تو همین جاش که رفتیم جلو، اقتدار مسیح رو بر قسمت‌های مختلف دیدیم. اقتدار مسیح رو بر بیماری‌ها دیدیم. جزامی رو با یک لمس شفا میده. مریضی‌ها رو با یک فرمان برطرف میکنه. مفلوج رو شفا میده. اقتدار مسیح رو بر روح‌های شریر دیدیم و حالا شما اقتدار مسیح رو بر عناصر طبیعت میتونید ببینید. و در آخر میرسیم به سؤال شاگردان. سؤال بسیار عالی، سوالی که هر کسی باید از خودش بپرسه. آیه 27. آن اشخاص تعجب نمود و گفتند این چگونه مردی است که باد دریا نیز از او اطاعت میکنند. و این سؤال بسیار خوبی است. این کیست که باد دریا هم
ازش اطاعت میکنن. تو مرقس فصل 4 میخونیم آیه 41 که میگه اینها بسیار ترسیده بودن. این ترس خدا ترسی بود. درک میکنن در حضور پرعظمت و قدوس خداوندن و خدا ترسی وجود اینها رو در بر میگیره و میگن این کیست که باد و دریا هم از او اطاعت و پیروی میکنه. و میدونید جواب این سوال تو آیات بعدی که یک شنبه آینده البته میدونیم در مطالعاتمون خوندیم، جواب این سوال رو تو آیات بعدی خواهید دید که جواب رو میده. میگه تو هستی اون قدوس پسر خدا. همون مسیحی که دریاچه جلی رو با یک فرمان آرام کرد، هر اتم و هر ستاره ای رو که تو این کائنات در حال گردشه کنترل میکنه، بر اون اقتدار داره. و همان مسیحی که دریاچه جلی رو با یک فرمان آرام کرد میتونه زندگی شما رو هم آرام کنه اگر خودتون رو بهش بسپارید. با هم دعایی داشته باشیم. پدر تو رو شکر میکنیم به خاطر این خداوندی که داریم، پادشاه جهان که موج و باد نیز فرامین او را اطاعت میکنن. ای خداوند به ما یاد بده که در او آرامش داشته باشیم، به یاد آوریم کارهای او رو از کلام یا تو زندگی خودمون، به جای بی ایمانی ها بیشتر اعتماد کنیم، بیشتر او رو محبت و خدمت بکنیم. چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. و امروز برادر عزیزمون سعید که آخرین یک شنبه است که با ما هستن تشریف میارن و برای هدایا دعا و هدایا رو جمع آوری میکنن. سلام به شما همه عزیزان. ممنونم از این کلیسا، ممنونم از پاستر سهراب، ممنونم از تمام افرادی که اینجا اومدن و امیدوارم که همیشه همه شاد و سلامت باشید. از کتاب امثال 9:3 خداوند را احترام نما و از دارایی خود و از نوبر محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم کن. و با هم دعایی داشته باشیم. ای پدر آسمانی، شکرت میکنیم برای همه برکاتت. این 10 و هدایا را به عنوان وظیفه و قدرشناسی من به حضورت تقدیم میکنیم. در نام خداوندمون عیسی مسیح. آمین. خدا رو شکر به خاطر کلام زیبایی که شنیدیم و دعاها. از کلامی که بعد از سهراب گفتن من اینو یاد گرفتم که این شاگردا، کسایی که کلام خدا رو شنیده بودن، کسانی که ایماندار بودن، همراه مسیح بودن همه جا، با اینکه ادعا میکردن که اصلا زندگیشون رو ول کردن، دارن با مسیح میرن، دارن خدمت میکنن، نه فقط اینکه تو اونجا ترسیده بودن و بعد از سهراب هم فرمودن که معجزاتش قبل دیده بودن، ولی خب حالا میگیم یه لحظه ممکنه توی اون ترس اون معجزات و کارهایی که مسیح روز قبل کرده بود و یادشون رفته باشه به خاطر ترسشون. ولی مسئله اینجا بود که هنوز ایمان نداشتن که خدا باهاشونه، هنوز ایماندار نبودن. واسه همین تو شب آخر همه ترکش میکنن و میرن فرار میکنن، بعضی انکارش میکنن، یکی دیگه میره لوش میده. مسئله این نیست که ما شاگرد مسیح فقط باشیم، مسئله این نیست که ادعا بکنیم که خدمت کردیم، مسئله این نیست که ادعای ایمانداری بکنیم، مسئله اینه که یاد بگیریم خدا با همونه. این فرق میکنه. اون موقع است که توی چی میگفتن تو قدر مطبخه کجا، توی یه گوشه‌ای هم که هیچ کس نمیبینتمون کارای به قول معروف مخفیانه انجام نمیدادیم، چون تو زندگیمون فقط توی ایمان مسیحی مهم اینه که یاد بگیریم خدا با همون هست. اونا حتی اگه معجزه رو یادشون رفته باشه، اگر ایمانشون بر مسیح بود، خود پتروس قبلش اعتراف میکنه که تو هستی پسر خدا، ولی اونجا میگه که بلند شو که و جمع هم میبنده، یعنی خودت هم با ما داری هلاک میشی، یه کاری بکن وگرنه هممون هلاک میشیم. این که خدا باهاشون هست و فراموش کردن.
اون رو کنار گذاشتم. پس در ایمان به مسیح باید یاد بگیریم خدا با همونه. به غیر از اینکه یاد بگیریم که خدا چی کار کرده، چجوری ما رو نجات داده، از چه طوفان‌هایی، از چه چیزهایی ما رو آزاد کرده، یاد بگیریم خدا با همونه و هیچ چیز دیگه نمیتونه ما رو غرق بکنه. اون همراهمونه. پس به این که به قول معروف به این کلام خداوند بچسبیم که به ما یاد بده که هیچ مهم نیست که چقدر به قول خودمون ادعامون بشه که در ایمان فرو رفتیم. ادعامون بشه در این که چقدر اطمینان داریم که خداوند هر لحظه با ما هستش. بایستیم و سرود آخر رو با هم ایستاده در حضور خداوند بخونیم. دعایی با هم داشته باشیم. بله پدر، خانه ما در حضور توست و مشتاق آن روزی هستیم که به آن خانه وارد می شویم، ولی اکنون ما رو با فیضت، با روحت، با کلامت پرساز، در این دنیای سقوط کرده در گناه بفرست تا بتونیم محبت و حقیقت تو رو به انسانهای تشنه برسانیم. برکت تو برای همه عزیزانی که اینجا هستن، خودشون، فرزندانشون میطلبم. همه این عزیزان رو برکت و قوت بده و این هفته‌ای که در پیش هست برای جلال نام تو، خدمت تو، بشارت کلام تو صرف بشه، چون در نام قدوس خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. بفرمایید.